این یه تفنگ دستبرون ماسبرگ 590 تاکتیکیه. نورت هیون آمریکاییش هم هست، معروفه ماسبرگ. چوک قابل تعویض داره و خیلی هم لوله نازکی داره، عجیبه، خیلی تفنگ سبکه و خزانه 2.75 و 3 اینچی رو هم شلیک میکنه. خیلی خوشمزه. ماسبرگ 590. این اسباب بازیه. این یه تفنگ ساچمه‌ایه، نیمه اتوماتیکه، فشارش 3 ردیف فشنگ میخوره، یعنی لابد یه ردیف که شلیک شد تعویزش میکنی میره روی تیوب بعدی. ساخت تاور ساخت اسرائیل، اینجوری تاون کیفیت جالبی نداره، پلاستیکی زینا انگار اسباب بازی مدرن هست ولی جالب نیست. این یه تفنگ کالیبر 300 PRC از این کالیبرهای مدرنه، دوربرد، هورایزون فایر آرمز، شرکت هورایزون در تگزاس آمریکا. سنگین نیست، سبک هم نیست، جالبیه. لوله‌ش هم مارپیچیه. کالیبر 300 PRC. این هم همون کارخونه است، شرکت هورایزون. این لوله‌ش کربونیه، سبک‌تر هم هست. تا اینجاش انگار فیبر کربونه. کالیبر 22 کریگمور، کالیبر کوچیک‌تریه. کالیبر مکس. این شعله پوشی که گذاشتن سرش تا کالیبر 30 هم جواب میده اینجا گذاشتن، ولی خب به 22 هم میخوره. خیلی مکانیزم روونی داره. این یکی البته خشابش از پلاستیک، همه چی پلاستیکی شده، پلاستیک. این یکی همون کالیبر هم هست که 308 استاندارد، 308 وینچستر. همونه دیگه، ساختار و پلتفرم یکیه، کالیبرش فرق میکنه. و این یکی شاید 300 PRC، مثل همون پایینی، کمی طرحش فرق میکنه، همه چی یکی، ولی ساختش نشون میده اینا تفنگای ارزونیه، گرون نیست، یعنی کیفیت ساخت و پرداخت پایینه. این یه تفنگ همون ساخت شرکت ایتالیایی وکستریکسه،
کالیبر 6.5 کریدمور. این استاکش قناقش اینجا رو ببینی صافه. این نه به درد شکار میخوره نه هیچی. این بنچ رسته، روی میزی بذارید باهاش شلیک کنید. البته تفنگ بسیار دقیق دوربردم هست، ولی خب کاراییشون اینا محدوده دیگه. تفنگ‌های ورزشی هم قناق هم تماما فیبر کربونه، ولی با این حال بازم لوله‌اش خیلی سنگینی داره. لوله تفنگ بسیار سنگینه. بقیه‌اش هم که زیر گذاشته کاریش نداریم. فقط این ببینم چی تفنگ ساچمه‌ای ساخت آمریکاست. تفنگ نیمه اتوماتیک. خب اینا بالاخره ما چند تا تفنگ خوب دیدیم. سنگین هم هست. تفنگ‌های تک‌تیر مدل غرب وحشی آمریکاست. این سیستم نشونه‌گیری خیلی دقیق. سیستم فالینگ بلاک هم هست. چه مهماتی میخوره؟ تفنگ شارپه، کالیبر 45-70. اصل تفنگ اینه، نه اون اسباب بازی ها پلاستیکی. من فوق‌العاده است. چه جالب. این تفنگ شارپ. این یه تفنگ دیگه است، باز کالیبر 45-70. ساخته ترپ دور رایفل 45-70 کالیبرش. این چیز جالبیه، ولی اون تفنگ شارپ خیلی جالب‌تر و بالاترش گذاشته 45-70 همون کالیبر و 45-70 رولر بلاک. یا مکانیزمش رو فرق میکنه. فالینگ بلاک، رولر بلاک. این هم یه شارپ دیگه است، تقریبا مثل اینه، یکم فرق، رنگش فرق. این مکانیزم ساده‌ایه، بسته میشه، شلیکش خیلی جالبه. اینم این پدرسولی ساخت ایتالیاست، کالیبر 35-14. نه ایتالیا مدلشه، کالیبر 45-70. این دیگه از همش بهتر به نظرم اینه. این از تفنگ شارپ هم بهتر. پدرسولی 45-70. اینجا نیمه کاک، فول کاک، باز، بسته، شلیک.